بیش از 8 ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز ماندند. دیدبان حقوق بشر در گزارش درباره محدودیت‌های تازه بر دانش آموزان و آموزگاران در مکتب‌های دخترانه پرداخته است. طالبان محدودیت‌های سختگیرانه را بر پوشش دانش آموزان و آموزگاران اعمال کرده است و آنان از بهر عملی سازی این محدودیت‌ها دانش آموزان را از مکتب‌ها بیرون کردند و آموزگاران را برکنار و حتی مکتب‌ها را مسدود می‌کنند که این نگران کننده است. در این گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان افزوده است که در برخی ولایت‌های افغانستان برخی از دانش آموزان از بهر وضع محدودیت‌ها در پوشششان مکتب‌ها را ترک کردند. کومې نجونې چې په څلورم او پنځم صنف کې دي او دي غټ نجونې دغه تم د حجاب هغه توصیه ده او د حجاب په باب هغه حکم ده ورته لکه مخکې. همزمان با این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان افغانستان در گفتگو با صدای امریکا با انتقاد از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان میگوید این کار افغانستان را به عقب برمیگرداند. پوهنې وزارت په خپل نوبت سره چمتووالی لري هر وخت د اسلامي امارت د مشرتابه له طرفه حکم وشي د پوهنې وزارت په بلا استثناء ډول له 9 نه تر 12 ټولګي پورې د هېواد د نجونو ټولې ښوونځي پرانیزي. اجازه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها افزون بر واکنش‌های جهانی در داخل کشور نیز با واکنش‌های گسترده سیاستگران، فعالان آموزش و پرورش و عالمان دینی روبرو شده است.